الرحمن الرحیم. به لطف حضرت رضا توسط خادمیاران مهمانسرای حضرت رضا توفیق حاصل شده که ایام ماه مبارک رمضان از زائرین و مجاورین حضرت رضا در طرح اکرام رضوی میزبان سفره‌های افطارشون هستیم و الحمدلله روزی شده که دستبوس تمام زائرین هستیم. حدود 2000 نفر در رواق حضرت زهرا سفره‌ها پهن میشه، پذیرای زائرین هستیم. در مجموع ماه تقریبا 50000 نفر متنعم سر سفره حضرت رضا هستند. به لطف حضرت رضا روزیمون بشه سالهای بعد با دستی پرتر و تعداد بیشتر میزبان زائرین حضرت رضا باشیم و انشالله دستبوس همشون خواهیم بود.